بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. صدق الله مولانا العظیم. امروز از سخنان عزیز من جناب همکار گرامی و مولانا حسن زهی حفظه الله تعالی استفاده کردیم در رابطه با جریانات های خیلی جریان که امروز توی دنیا اتفاق می افتد، زلزله حرارت و اطراف و حوادث گوناگون دیگر، حوادث که در سرزمین های اشغالی هست، سرزمین فلسطین و حوادث دیگر، کلمات شکسته خواستیم در این مورد عرض کنیم خدمت شما که این اتفاقات که در دنیا پیش می آیند، خواه زلزله باشند، خواه سیلاب و خواه طوفان باشه، طوفان‌های بادی و دیگر حوادثی که توی دنیا پیش می آید، مثل مانند مریضی کرونا و امثال این امراض‌هایی که توی دنیا هجوم آوردن، همه این بلاها یا جنگ‌ها که رخ میدن، بسیار جنگ‌ها ویرانگر و تباه کننده هستند. کل این حوادث یک سری اسباب ظاهری دارند. هر حادثه توی دنیا اسباب ظاهری داره و یک سری اسباب معنوی هستند، یک سری اسباب پشت فردان که با چشم دیده نمیشن و انسانها درست فکر نمی کنند و نمی فهمند و بسیاری از مردم دنیا همه چیز را به این اسباب ظاهری ربط میدن و از اون اسبابها که پشت پردان و علت این حوادث و اتفاقات علت واقعی از اونها غافل میشن و به او توجه ندارن، در حالی که تمام این حوادث که در دنیا رخ میدهند اسباب هم ظاهری دارند و هم اسباب باطن دارند، پشت پرده دارند. و قرآن عظیم الشان که تذکره میکنه این حوادث، اون پشت پرده را ظاهر میکنه که اینجا چه چیزهای پشت پرده بوده که الله تعالی که سبب سازند و اسباب مهیا میکنند و اسباب الله برابر میکنند، سبب سازند و سبب سوزند. گاهی میسوزند اسبابا و تا این اسباب عمل نکنه
تا شرایط فراهم نشه جلوگیری میکنی از اسباب و گاهی اسباب خود رب العالمین برابر میکنن و مهیا میکنن تا یه حادثه رخ بده و همه این حوادث با مدیریت الله تعالی هست. همه حوادث و نصیب و فرازها، همه عزتها و ذلتها با مدیریت الله تعالی رخ میده، با علم الله، با اطلاع الله، با مدیریت الله و با دستور و فرمان الله تعالی. ولی اسباب ظاهری هم دارد. همینطور که شما میبینید فرشته موت که قبض جان میکنه، هیچ کسی اسم فرشته را نمیگیره. اسباب ظاهری میگه سرطان از بین برد، فلان مریضی از بین برد. و در واقع وقتی که شما نصوص بررسی بکنید، اجل طرف فرا رسیده و یک چیزی را الله سبب کرده است، یا سرطان، یا کرونا، یا تصادف و حوادث سبب میشه که انسان میمیره. این حوادث که رخ میدهند توی دنیا و الان زیاد شدن، زلزله در خیلی مهیب و خطرناک هرات و اطراف، و زلزله که در ترکیه و سوریه مدت قبل رخ داد، و زلزله دیگری که هم خیلی مهیب و خطرناک بود در یکی از کشورهای عربی همین زودی بله رخ داد، مراکش رخ داد. لحظا و سیلاب‌های در لیبیه سیلابی آمد که از عقل انسان بیرون بود، خیلی تباه کننده، خیلی خطرناک. و در امریکا یکی از شهرها اطراف است که بسیار سرسبز و کلاً سوخت و از بین رفت. و این آتش هایی که به این جنگل ها می افته و طول تاریخ شاهد نیست که برای زودی و این قرونها، این قرنها چنان آتش سوزی رخ بده. آتش سوزی بوده نه به این صورت. و این آتش سوزی ها و این تحولات و این جنگ های ویرانگر و خطرناک و کل این مسائل اسباب ظاهری دارن. زلزله میگن گسل فعال بوده و اتفاقا در رابطه با زلزله هرات میشنیده که گفته اینجا مثلا گسلی هم نداشته. گفته از جانب کارشناسان نقل میکردن که گفته اینجا گسلی هم نداشته که فعال بشه و زلزله به وجود بیاید. و بسیاری جان که سر گسل قرار دارد و هشدار میدن که زلزله میاد، زلزله هم نمیاید. و توی بسیاری جاها کارشناسان پیش بینی کرده که اینجا زلزله در شرف وقوعه. در حال اتفاق مردم شبا نخوابیدن تا مدتی در خانه ها و بیرون گذراندن، هیچ زلزله نیامده. معلوم میشه که این اداره از جای دیگره، کنترل از جای دیگره و این از جانب الله تعالی هست. و به سوره مبارکه مائده را که شما ببخشید سوره مبارکه آل عمران که تلاوت کنید، صحابه در بدر خیلی جماعت کوچکی است و فیروز میشن، ولی این جماعت چند برابره و بیشتر هست و در احد شکست میخورند. خود آن حضرت هم در بیانشون هست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خلیل خدا، حبیب رب العالمین، در بیان و مسلمان شکست میخورند، فرار میکنه از میدان، در محاصره قرار میگیره. و بعد گفته که این شکست از کجا به سر ما آمد؟ الله تعالی فرمود که قل هو من عند انفسکم، این شکست احد از جانب خودتونه، شما شکست خودتون شدید که امر رسول الله صلی الله علیه وسلم را
نافرمانی کردید. همه نافرمانی نکردن. یک دسته ایران حضرت سر تپه گذاشت و گفت اگر ما فرمود اگر ما شکست خوردیم هم ترک نکنید، اگر فیروز شدیم هم ترک نکنید. تاکید کردن و بالاخره در حمله اول مسلمانان فیروز شدند. دشمن فرار کرد و اینها تپه را ویل کرد. تپه را که ویل کردن دشمن از پشت دور زد و صحابه در وسط قرار گرفت و اینی که شکست متوقع. الله تعالی فرمود که چرا شما امر آن حضرت را نافرمانی کرده؟ معلوم میشه که نافرمانی امر الله و نافرمانی امر رسولش و فرستادهش مهمه برای سعادت انسانان، برای سعادت بشران. اگر ما نافرمانی بکنیم بی‌انصافی ظلمیم، لحاظا ظلمی را مرتکب شدیم، بی‌انصافی مرتکب شدیم و بی‌انصافی را در احد عده مرتکب شدن. 40 نفر مرتکب بی‌انصافی شد. اینا 50 نفر بودن، 10 نفر نشست به تپه و اونجا شهید شدن. کم بودن، نتوانستن دفاع بکنن، ولی 40 نفر سبب شد که تمام این لشکر شکست بخوره. فیروزیه که در بدر به دست آمده بود در احد تبدیل به شکست بشه. 70 نفر مسلمان کشته بشه، از آن جمله امیر حمزه رضی الله تعالی عنه. و در احد در بدر چرا فیروز شدن؟ از اسباب اینجا برابر نبود. اسباب به نفع طرف بود، اسباب فیروزی به نفع مسلمانان نبود. اما چون اطاعت کردن از امر رسول الله صلی الله علیه وسلم، سرتفا اطاعت شدن و فرمودن شما هر چه دستور بدید ما عمل میکنیم. بفرمایید به دریا میزنیم خودمون را، و اگر دستور بدید که از اینجا تا منطقه دوری را نام بردن شما پیش روی کنید و برید، ما میرویم، امر شما را اطاعت میکنیم. الله را خوش آمد از اطاعت و الله راضی شد و الله فرشتگان برای کمک اونها نازل کرد. همینطور عزیزان من، فیروزی بعد در اطاعت الله است، در اطاعت از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. فیروزی در اینه که انسان مرتکب ظلم نشه، مرتکب بی‌عدالتی نشود. این همه خونها ریخته میشه امروز، این همه اجحاف دوی دنیا، این همه گناه و نافرمانیه. لحظه اینها سببن که این زلزله های مهیب بیاید، نه سببن که سیلاب بیاید، طوفان بیاید. اینجا یک سوال در ذهنتون مطرح میشه که چرا این همه آفتها در بیشتر در سرزمین اسلامیان؟ بعضی میپرسن اینا، میگه چرا یا زلزله ها؟ آقا جای دیگه گناه بیشتره، نافرمانی بیشتره، و در دیگر مسلمانان چرا بیشتر شده است؟ این جواب آسانی داره اگر اینشو فکر کنید که بعضی را الله تعالی عذابشون عذاب چون آخرت الله عذاب میدهد و او عذاب آخرت بسیار دردناکه، بسیار سخته. لہذا بعضی را پرونده هایشون برای آخرت الله میگذارد که عذاب دائم بده، عذاب شدید بده، عذاب غلیظ بده، عذاب سخت بده. لہذا اونها را مهلت میدهد. اما بعضی را الله تعالی میخواهد که اصلاح کنه و متنبه کنه. این هم نکته را خیال نکنید که جایی که زلزله آمده مرکز گناه اینجا بوده، اینها ظلم کردن. نه، این مجموعی حالاتی که بر سر همه ما هست. شاید گناههای ما و خطاهای ما و غفلتهای ما از اون مردمی که سرشون زلزله میاد بیشتر باشه، خطرناکتر باشه، اما الله روی مصلحتش یک جای میاره آفت را و تا همه را متنبه بکنه.
این تنبه برای همه ما، درس برای همه مسلمانان، درس برای همه بشریت که فکر کنند روی اعمالشون، فکر کنند روی مظالم که انجام میگیرند، روی غفلت ها، روی نافرمانی ها، روی معاصی. و قرآن همین میفرماید که ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، و یک جای میفرماید ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابة. اگر قرار باشه که من به گناه گرفتار بکنم، بگیرم، حیوان بر سر این زمین نمیتونه زندگی بکنه. چرا این زمین آتش میزنه الله و چنان محل رانش و جنبش و محل آفت و عذاب میگرداند که کسی نتوانه زندگی بکند. لہذا اللہ تعالی بعضی جا عذابی میاره، بعضی آفت میاره، بعضی را مورد آزمایش قرار میده، بیان که الله ارحم الراحمینه، الله بینه ترحم میکنه، الله رحمتش بر ایناست. ولی آزمایش الله تعالی میارد، ابتلا را میاره، هشدار را میارد، هشدار میده که ای مسلمانان بیدار بشید، برگردید، زندگیتون اصلاح کنید، نافرمانی خدا و رسول را انجام ندید، ظلم نکنید، بی انصافی نکنید، مسائل مراعات کنید. این آفت بعضی جا الله میاره جاهای مختلف تا همه را متنبه بکنه. همه ما مستحق عذابی، مگر الله بر ما عذاب بیاره حق ماست. چرا که ما کوتاهی کردیم، آفت بیاره، بلا بیاره، ولیکن الله تعالی فضلش است، ما را مهلت میده، بعضی جا میاره تا ما درس بگیریم. نگیم که اینا چه کردن که عذاب سرشون آفت آمد، بگیم که همه ما گناه میکنیم، همه ما نافرمانی میکنیم و این آزمایش الله بعضی جا آورده تا به همه ما درس بده. لہذا ما برگردیم، توجه کنیم به زندگی، عبرت بگیریم، درس بگیریم از حالات دنیا و به سوی الله تعالی برگردیم. به اونهایی که گرفتار این زلزله شدن، به اونها، برای اونها دعا کنیم، برای اونها ترحم کنیم، به اونها برسیم. و این مردم عزیز هرات واقعا قابل رحم، برای اینکه اینها اکثرا خانه هایشون گنبدی بودن، خانه های گلی و تمام این آبادی هایشون تمام ویران شده، هیچ قابل استفاده چشم نمیفته. در این فیلم های که به دست رسیدند و رسانه ها مطرح کردن و به اینها باید رسیدگی بشه. سرمایه دار نیستن، اکثرا دامدارن، یک کشاورزی محدود یا دامداری محدود، زندگی ساده، زندگی کم زندگی کردن. و بعضی هستن که تکمیل خانواده ها شاید در این زلزله از بین رفتن و بعضی هستن که به یک نفر مونده و چند نفر دیگه رفته، بعضی هستن که کم و بیش رفتن. به هر حال تلفات بسیار سنگین بوده، بیشتر زن و بچه که در خانه ها بودن، وقت کار بوده، مردم بیرون رفتن رو زندگی روستایی بیشتر به دامشون، یک کشاورزیشون برسن و زن و بچه ها توی خانه بوده. و حول و حوش آویسات یازده که این زلزله اول آمد بالاخره خیلی تخریب داشت. زلزله دوم صبح آمد ولی مردم توی خانه ها نبودن، خانه ها بیشتر ده، لحظه اون تلفاتش کم بوده جانی، ولی تلفات مالی باز همی سنگین بوده، خانه ها را این از بین برده. و لحظه اینها انتظار دارند به همه مسلمانان، به همه انسانها، به جامعه جهانی،
به دولتها، به ملتها، به مؤسسه های خیریه، به همه افراد خیر انتظار داره که به اینا کمک بشه و مهمترین کمک برای اینه که برای این خانه ساخته بشه. دولت اسلامی افغانستان به بشتابه به این زلزله زده ها و تلاش کنند که با کمک همه مردم داخل افغانستان و خارج به کمک همه برای اینها خانه بسازند، خانه که به هر حال به این طور از بین نره به این سادگی، مقاومت داشته باشه و بهترین کمک و بهترین تسلی برای این مردم ساختن خانه های مناسب هست. و به هر حال دعوت میکنم از شما و به همه کسانی که صدای بنده را دارند و پیام بنده را میشنوند است که بشتابند به این کار خداپسندانه، به این کار انسان دوستانه که رسیدگی به هم نوع خوده و به رسیدگی به آدمی زاده. بالاخره اینها هم انسانند، اینها هم نیاز دارند و نیاز به همه انسانهای روی زمین دارند که با اینها همراهی بکنند و همکاری بکنند تا خدا اونها را گرفتار نگردانه. یک نکته از حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که فرمودند که معنای صحبت و خلاصه صحبت اینه که هر که به دردمندان، صاحبان عزا، صاحبان مصیبت برسه، خدا او را به مصیبت گرفتار نمی کنه. خوب توجه کنید، این از شیخ و مرشد همه ما و این کلمه هست که فرموده هر کسی که مریض را خدمت میکنه، به کسانی میگفتن که اطرافش بودن، هر کسی که مریض را خدمت بکنه خودش را خدا مریض نمیکنه، گرفتار مریض نمیشه. چه سخن جالبه. لہذا اگر کسی به عزاداران میرسه، به مصیبت زدگان میرسه، به کسانی که ضایعات دادن، تلفات دادن برسید، شما را خدا به ضایعات و تلفات و مصیبت گرفتار نمیکنه. و انشالله مؤسسه خیریه محسنین که همیشه تو این مسائل به هر حال تلاش میکنه و جمع‌آوری میکند کمک های مردم خیر را و آمادگی داره که انشالله رسیدگی بکنه و برای اینا کمک جمع‌آوری بکنه و انشالله کمک های شما که در اختیار مؤسسه قرار میدید به مصرف صحیح میرسه و مصرف درست میرسه، امانتداری رعایت میشه و انسان دوستان میرسانند و جمیع به هر حال مؤسسات و یا به هر حال منابع که دنبالند که من اطلاع ندارم از دیگران و مؤسسه این اختیار و انگیزش را در اختیار ما گذاشته است. هر کسی که میگه کار خیر بکنه و مورد اعتماد شما، اعتماد مهمه. این نکته را دقت کنید که کمک برسه به اینها، شما از طریق اونها هم بفرستید، شما اختیار دارید که مورد اعتماد شما باشه. و حادثه دیگری که در سرزمین های فلسطین رخ داده و در اسرائیل پیش آمده است، لذا او هم مثل او زلزله او هم همینطوری مسائل است که اونجا بالاخره در گیری مهیب و مشکل جنگی و مشکلات پیش آمده و کشتاری
بیرحمانه پیش آمده است و لحاظ این همه دنیا را تکان داده. واقعا سانها دلخراشی است و احوال و دلخراشی است که هر انسان آزاده و بیدار و هر کسی که در بوی انسانیت باشه این مسائل که مشاهده میکنه و میرسه تکان میخوره. و این هم یک اسباب ظاهری داره، مثل یک اسبابی که پشت فردان و اون مالک الملک و خدای بزرگ مدیریت میکنه دنیا را، اون اسباب پشت فرده را او بهتر میدانه و اسباب ظاهری هم هست. و ما اینجا مقداری از اسباب ظاهری صحبت میکنیم خدمت شما که بین 70 تا 75 ساله که به هر حال اختلاف در این سرزمین های اسلامی در سرزمین فلسطین رخ داده است. از وقتی که به هر حال اینجا دولت اسرائیل تشکیل شده و به اونجا رسمیت گرفته از بسیاری از مجامع بین المللی و اختلافی پیش آمده با مسلمانان فلسطین و این چند دهه‌ای که این اختلاف ادامه داره و این اختلاف به یک فیصله نرسیده، به یک نتیجه نرسیده و طرفین تلاش دارند که یک دیگر را نابود کنند و اون چیزی که در داور همین هست که بالاخره هر دو طرف در تلاشند که به صلح نرسیدن. البته صلح خیلی ها تلاش کردن برای صلح و صلح انجام نگرفته و دست اسرائیلی ها، دولت اسرائیل، حکومت اسرائیل در این چند دهه که مدیران مختلفی داشتن دستشون جلوتر بوده، بالاتر بوده، حکومت دست اونها بوده است و فلسطینی ها حکومت نداشتن و تلاش شده که در میان اینها صلحی بشه، فیصله بشه و بتوانند کنار هم زندگی کنند، به حق و حقوقشون برسند، عدالت رعایت بشه، انصاف بشه بین هر دو گروه. و متاسفانه این به نتیجه نرسیده و علتش اینه که اون طرف هم عده سفارایی کردن به حمایت از دولت اسرائیل، این طرف هم سفارایی شده، ولی این طرف به هر حال دولت‌های ضعیفتر و اون طرف قدرت‌های بزرگ و پشت سر اونها هستند و همه اینهایی که به حمایت برخاستند اکثرا دنبال منافع خود بودند. اونهایی که از اسرائیل حمایت میکنند هم دنبال منافع خودشون هستند. اینجا منافع دارند، این منطقه استراتژیه و بسیار حیاتی و مهمه و لحاظ اونها برای منافعشون در کل خاورمیانه میخواند از اینجا به اون منافعشون برسند و لحاظ اینها ایستادن در کنار اسرائیل به هر صورت ایستادن و این طرف هم این ملتند و مردمند و دولت ها هستند، اما دولت هایی که او توانایی اونها را ندارن و این طرف هم بعضی برای منافع خودشون و کمترن اونها که با اخلاص برای خود ملت فلسطین دلسوزی داشته باشند. اونا هم هستن ولی بسیار منافع خود را نگاه میکنن که منفعتشون در همینه. اون طرف بسیار برای انتخابات که در بعضی از کشورهای بزرگ الان در پیشه،
این انتخابات، فیروزی انتخابات ها همه حمایت رقم میزنه و لحاظا اونها که میآیند در صحنه بیشتر دنبال منافع خودشون هستند و توی انتخابات بتوانند رای بیارن، فیروز برن و به هر حال این کشمکش هست. اگر و برای خدا بود و برای بشر دوستانه و انسان دوستانه تلاش میکردن که مسئله حل بشه، چنده طول نمی کشید، مسئله خیلی دیری که حل میشد. و این جریان آخری که پیش آمده واقعا دردآور هست. برای ما هم انسان مطرح است. درسته ما مسلمانیم ولی تابع حقیم، تابع عدلیم، تابع انصافیم. مسلمانیم که میخوایم به عدالت راه بریم، از انصاف راه بریم و زیاده روی از هر طرفی باشه که زنها را بزنند، بچه ها را بزنند و کودک ها را بزنند، از هر طرفی باشه مورد تایید ما نیست. اگر مسلمان جای زیاده روی بکنه و حق و حقوق قوانین بین المللی جنگ را رعایت نکنه، قوانین اسلامی را مسلمان اگر رعایت نکنه و به زنان تعرض کنه، به بچه ها تعرض بکنه، به افرادی که جنگجو نیستند، افراد عمومی تعرض بکنه و این برخلاف سیره آن حضرت باشه، ما چشم بسته حمایت نمی کنیم. مگه مسلمان باید شریعت رعایت کنه، مسلمان قوانین بین المللی رعایت کنه، هر مسلمانی باشه، ما باشیم یک کس دیگه باشه. و اون طرف هم نباید از قوانین جنگی دنیا، جنگ هم یک قوانینی داره، جنگ عرفی داره و نباید از عرف بین المللی تجاوز کنه و تعدی بکنه. و لحظا مسلمانان نگاه کنند که سعادتشون، کامیابیشون، حتی در مسائل دفاعشون که در حالت دفاع باشند، نباید از قوانین اسلام در نظر نگیرند و کوتاهی بکنند. و همینطور یهودی هایی که اونجا هستند و دولت اسرائیل نباید از قوانین جنگی و عرف بین الملل تعدی بکنه و تعرض بکنه و اونها را نادیده بگیره. و توی این جریان اول از هر دو طرف، به هر حال توی کل این جریان هر دو طرف در مسائل زنان و کودکان و کشتن کودکان بالاخره کوتاهی شده. ولی واقعا الان این سانحه‌های غزه که یک شهری است و داره تخریب میشه، ویران شده اکثر غزه و نباید جامعه جهانی و دنیا بالاخره دست این افراد باز بگذاره برای هر کاری که میکنن و باید ممانعت کنند از اینکه یک ملت اینجا، یک شهر 2 میلیون خورده نفر توی غزه زندگی میکنه و اینهاش که وقت تخریب میشه شهرشون کجا برن زندگی بکنن. الان توی رسانه ها منعکس میکنن که 400 خورده هزار آواره شدند از غزه و این 400 خورده هزار کجا برن؟ الان جای ندارن برن. هیچ کشوری هنوز اینا را نپذیرفته و اینا چرا آواره بشن؟ بالاخره این رای حل داره. رای حلش این نیست که شهر ویران بشه. واقعا سانحه‌های غزه واقعا قابل تحمل نیستن برای هیچ وجدانی. کسی که وجدانی داشته باشه، بیدار باشه یا بیدار نباشه، هم سختی خیلی. و لحظا
اینها دو تا ملتن که اونجا زندگی می من حرف هم در نه در پاسخ و جواب کسی است و نه من اینجا در این حرف هایم کسی چیزی صحبتی کسی کرده و من بخواهم کسی جواب بدم، نه، من یک سری واقعیت عرض می کنم. شاید از صحبتهای من خیلی مسلمانانم راضی نباشن، خیلی دوستان و خیلی دیگه هم، ولی میکنم حرف منصفانه را بزنم، اون چی که در ذهن بنده منصفانه است و حق، آنچه که در ذهن بنده می آید و او اینی که بالاخره اینا دو تا ملتن کنار هم از دیری که با هم هستن. حداقل انا حالا 75 ساله که بیشتر در کنار من حکومتی داشته و که نداشتن، هر دو تا از یک دیگر ضربه خوردن، گرچه ضربه فلسطینی ها سنگین تر بوده، برای اینکه فلسطینی ها قدرت نداشتن، حکومت نداشتن، اون طرف دستش باز بوده، امکانات داشته و زدند این مسلمان ها را. ولی به هر حال اینا تکی میخواه یک دیگر را بزنن. 75 ساله که این اختلاف در این سرزمین های مقدسه وجود داره، چرا این به فیصله نمیرسه؟ چرا اینها کنار هم نشینه؟ و بهترین راه اعلی که اکثر دنیا به آن توافق داره اینه که دو تا حکومت باشن، دو تا حکومت مستقل و حکومت فلسطینی ها به مرکزیت بیت المقدس و شهر این بیت المقدس باشه که قبله اول مسلمانان بوده و خیلی قداست داره برای همه جهان اسلامی و باید گذشت از خود طرفین نشان بده، باید از خیلی چیزها بگذارن تا بتوانند یه حل و فصل عادلانه منصفانه انجام بدن، به جای این که فلسطینی ها در این فکر باشن که اسرائیلی ها را، یهودی ها را نابود بکنند و یهودی ها در این فکر باشن که مسلمان ها را نابود کنند و مهاجر کنند و به هجرت بدن و شهرهایشون را تخریب بکنند. به جای این اینا بشینن و دنیا به جای اینکه حمایت بکنه، یک طرفه حمایت بکنه، بالاخره دنیا به یک کمک کنه، دست به هم بدن و مشکل این مردم این سرزمین را بله حل کنند، کنار هم قرار بگیرند. همانطور که ما در اسلام داریم که نزد به سخت‌ترین دشمنانشون که مردم مکه بودن و اخراج کردن حضرت و صحابه را از مکه و آواره کردن مسلمانان را، جنگ کردن با اونها، ولازم با اونها نشست و صلح کرد و صلح سبب پیروزی شد. بالاخره اینها هم یک حل و فصل عادلانه، یک حل و فصل منصفانه، شاید این حرفه که میگم خیلی ها به من بتازم بعد که آقا باید اسرائیل باید نابود بشه و اینها باید از این منطقه جای نداشتن و اینها از جای دیگه آمدن، باید برگردن. ولی من این حرف میپذیرم که بالاخره هر کسی بگه، ولی واقعیت این است که نه مسلمانان میتونه این کار بکنه، اون طرف میتونه، اگر اون طرف میتونست حالا همین کار میکرد، مسلمانان میتونستم شاید همین کار میکردن. این شدنی نیست. وقتی که چیزی شدنی نیست چرا به این زور بزنن؟ بلا پیش این حل و فصل کنن، دو تا حکومت مستقل در کنار هم باشن، همانطور که دنیا جای دیگه هست. و این نظری من عرض کردم، نظری که من این میدم، معتقدم که همه منصفانه فکر کنن. اونهایی که مخالف فلسطینی هستند و
فلسطینی را ملامت میکنند، هم منصفانه. اونایی که اسرائیل را، دولت اسرائیل را ملامت میکنند و مخالف منصفانه فکر کنند، انصافش همینه که هر دو طرف کنار هم حل و فصل بشه. هفتاد و اند سالی که نه درگیره، میخوان تا چند سال دیگه درگیر باشه، 1000 سال دیگه، و اینها نسلای آینده اینجا زندگی میکنه. این نباید فکر فرزندانشون بکنن. یهودی ها فکر فرزندانشون بکنن، مسلمانان فکر فرزندانشون بکنن، فکر آیندهشون بکنن و آرامش زندگی کنن. و انقدر ممکنه خشمیان هر دو طرف که وقتی به یک دیگه تعرض بکنن، او موازینه نتوانن رعایت کنند، او قوانین بین المللی را نتوانن رعایت کنند، از خشم و از عقده و از کینه که در دلها هست. و لحظه این مسئله است که دعا کنید که ما آینده شاهد باشیم که یک به هر حال توافق عادلانه یه صورت بگیره که اینها بتوانند کنار هم راحت زندگی بکنن و همه کارشناسان خبره و صاحبان نظر بر اینند که تا دو حکومت مستقل نباشند و اینها بالاخره نمیتوانند به این صورت تحمل کنند. این تجربه 70 خورده سال همین نشان داده است و از همه جامعه جهانی و از همه مردم آزاده دنیا هم درخواستمون همینه که برای جنگ متوقف بشه، تخریب شهرها، ویران کردن غزه متوقف بشه. بیشتر غزه از غزه چیزی نمانده و به ویرانی و تباهی رفته است. لحظه این غزه باید جنگ متوقف بشه. جنگ فایده نداره و هیچ کسی دنبال نابود کردن دیگری نشه. و در فکر زندگی خودشون، در فکر زندگی نسلای آینده باشند و فکر دور بکنند و دور اندیشانه بکنند و مسئله خودشون را به این حل بکنند. و یک جمله من در رابطه با مسائل داخلی هم یک عرضی بکنم که مسائل داخلی فراموش نشه کلا. و اینه که الله تعالی در قرآن عظیم الشان همین مطرح کرده است که در دین اجبار نیست. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. و الله تعالی می فرماید که هدایت از گمراهی واضح شده، جدا شدند و هدایت به دلائلش جدا شده از گمراهی. و لحظه به حبیبش الله دستور میده به مسلمانان که شما حق ندارید که هیچ کسی را در دین مجبور بکنید. بگه به زور باید تو مسلمان باش. این اتفاق نه در حیات آن حضرت پیش آمده، نه خود آن حضرت این کار کرده و نه مسلمان حق دارند تا قیامت کسی را در اصل دین مجبور بکنه و برای دین به زور متوسل بشه. بلکه بهترین راه آنه که به جای اجبار و به جای اکراه و به هر حال به دعوت، ارشاد و راهنمایی دعوت الله برای همین است. امر بالمعروف نهی از منکر برای همینه. کسی اگر نماز نمیخوانه او را شما با دل سوزانه نصیحت کنه که شما نماز بخونید. نماز این فواید داره. و اگر کسی گناه مرتکب غیبت، دروغ، تهمت
راهنمایی کنید و ارشاد کنید و به ارشاد متوسل بشید. این راه اصلاح جامعه هست. و زور جواب نداده. تجربه همین شاهده که به زور نتوانسته کسی، نه کسی را مسلمان کنه، به دیندار کنه، نه به زور و قدرت جامعه اصلاح نشده. جامعه باید مردم خودشو قانع بشن که آنچه که ما میگیم شما عمل کنید این درسته. ما بتوانیم اونها را توجیه کنیم، ما بتوانیم که اونها را قانع کنیم و بهترین راش عمل کرده، بهترین راش عدالت و انصاف اجرای اینها را وقت ما انجام بدیم. بهترین راه آنه که خود ما عمل بکنیم و تا مردم زندگی ما را ببینند و از ما درس بگیرند، از ما اقتدا کنند و پیروی بکنند. دعوت بدیم، امر بالمعروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم. بهترین راه اصلاح جامعه هست. ولی به زور هیچ کسی نمیپذیره. من یاد خاطره از اوایل انقلاب و اوایل جمهوری اسلامی دارم که زمانی که ادارات تغییر خوردند و بالاخره نظام اسلامی شد و گفتن توی ادارات نماز بخونید. و کسی فکر کن از کارمندان استانداری زاهدان بود و مصاحبه کردم با فرزندش که پدر شما چطور نماز میخوانه؟ گفتن که بله پدر من در استانداری نماز میخوانه. گفتن در خانه چه؟ گفتن که در خانه نه نماز نمیخوانه. و گفتن چرا نماز نمیخوانه؟ گفتن که وزارت خانه دستور نداده است. وزارت خانه ابلاغ کرده و دستور داده که شما در ادارات نماز خونه، نگفته در خانه نماز بخونید. و این همون دینی که از روی تصنع باشه و انسان قانع نشه، انسان معتقد نباشه، اعتقاد نباشه. حالا اون نمازی که خدا بدانه در استانداری خانه خانده، او شخص وضو گرفته یا نه، این مسئله با وضو خانده یا بدون وضو خانده است. این نتیجه اینه که طرف هنوز قانع نشده که برای چه نماز بخونه. ما اگر طرف قانع بکنیم، دلایل بدیم و تبلیغ بکنیم، بهتری از این که جریمه های سنگینه که الان برای مسئله همین حجاب وضع کردن، این مثلا جریمه های مالی سنگین، ما قانع نیستیم به اینها که این جریمه ها شریعت این را قبول بکنه. بالاخره این جریمه های سنگین و قوانین سنگین این بتوانه این مسئله را حل کنه. این مسئله را اعتقاد حل میکنه. این مسئله را به هر حال که طرف قانع باشه حل میشه. و اگر ما به جای اینکه متوسل بشیم به قوانین سخت و جریمه های سخت و از این، ما تدبیر به هر حال مسئولان تدبیر دیگر کنن و از متوسل به زور نشن. این نتایجش بهتری، عاقبتش بهتر هست و عقده ایجاد نمی کنه، در وسط کینه نمی آید، دشمنی ایجاد نمیشه. همه جا بالاخره این همین قوانینی که حالا موجود هست و در جاهای دیگه هم که خود دست حاکمیت سعی بکنه ولی خودش عمل بکنه، با عمل خودش، با اجرای عدالت، برابری، رفع تبعیض و انواع مشکلاتی که مردم اونها را فریاد میزنن و مردم شاکیان و اینها را وقتی خود حکومت عمل بکنه و مسئولان عمل بکنن، برای مردم عملشون آسان تر میشه. الله تعالی همه ما را توفیق بندگی عنایت کنه
و مجدد تاکید میکنند دوستانی که آخر آمدن که به جمعوری کمک برای زلزله زده های هرات و اطراف هرات که بیشتر ضایعات دیده هست و توسط مؤسسه خیریه محسنین انشالله همه مساعدت بکنید و بهترین چیز نقده که شما بدید که هر چیز میشه و انشالله در این باره دوستان همکاری بکنم. الله تعالی شما را توفیق عنایت کنه.